بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، مقدمه و تمهید وقتش نیست. جای سپاسگزاری و جای شکرانگی است که الله رب العزت در ایتو یک محفل پرشکوه خداوند قدوس همه ما و شما را از دور و نزدیک جمع کرده. فقط پیرامون همین جلسه یک دو نکته را اشاره میکنم. این جلسه بسیار معزز و مکرم است. دوستایی که اگرچه شاید بگوین گرمی است، اما انشاءالله این گرمی روز قیامت را دفع کننده هست انشاءالله. نظر به او احادیث پیغمبر علیه السلام، این جلسه چند نام بری از این جلسه در ضوء قرآن و سنت بر شما بنیانگذاری کرده میتونیم و نامگذاری کرده میتونیم. این جلسه هست که شروعی از این جلسه با آیت قرآن کریم، از ابتدا تا انتها علما، صلحا، اولیاء الله در این جلسه هستند، بیانات اسلامی کردن. این جلسه به اعتبار حدیث پیغمبر علیه السلام جلسه مغفرت گناهان و جلسه اجابت دعاست. چنانچه که در مشکات شریف حدیث طولانی هست، حضرت رسول مقبول اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مبارک مهربانی میکند که یک گروه فرشته ها در روی زمین گشت و گذار میکنه. این گروه فرشته ها به نام سیاحین است و اینها وظیفهشان فقط و فقط جلسه های دینی و اسلامی را پیدا کردن است. وقتی که همه تو یک جلسه را ببینن، یک به دیگر صدا میکنه که بیاین ما به هدف خود رسیدیم. همه فرشته ها این جلسه را احاطه میکنه. فرشته ها مخلوق نورانی الله است، کامراهای مخفی الله است که ما و شما او فرشته ها را نمی بینیم، اما اون فرشته ها ما و شما را می بینن. این فرشته ها از ابتدای از این جلسه تا انتهایش در این جلسه حضور می داشته باشه و در اخیر به حضور پروردگار عالم این فرشته ها میره. با وجودی که خداوند علیم بذات الصدور است، خبیر بما تعملون است، به خاطر تسلی این فرشته ها از این فرشته ها چند سوال میکنه. اما پیش از این که این فرشته ها را سوال و جوابش ما پیشنهاد بکنم، شما امی چند سوال میکنم به آواز بلند جواب بتین که تا جلسه دیگر هم نورانی تر شود. الله رب العزت دو مخلوقی را پیدا کرده که او فانی نمیشه. یکی به نام جنت است، دیگیش به نام دوزخ است. الله رب العزت از بنده هایی که راضی شود و مورد نعمت خود و مورد آسایش و رضامندی خود که قرار بده، او را به جنت داخل میکنه. از هر او بنده که ناراض شود، خفه شود و او را اگر بخواه که معذب به عذاب بکنه، او را به دوزخ داخل میکنه. جنت خوب بسیار صفات داره. خوب بزرگترین صفتش امی است که یک جنتی در جنت الله رب العزت بنا بر روایات مختلفی که علما ذکر کرده، به اندازه هزی دنیا ازی کرده زیادتر، به چند مقدار زیادتر تنها برای ازی زمین و ملکیت میته. و الله رب العزت در جنت رضامندی خود را شامل حال ازی بنده میکنه. بزرگترین نعمت در جنت دیدار الله رب العزت است. خصوصا وقتی که از جنتی الله رب العزت پرسان میکنه که چی کمبود داری، باز او میگه که نه، هیچ چیز کمبود ندارم، هر چیزی که برای ما گفته بودی تو برای ما عطا کردی. میگه نه، یک چیز کمبود است که دیدار ما هست. وقتی که یک جنتی در جنت به دیدار الله رب العزت مشرف میشه، همه نعمتهای جنت فراموشش میشه. جایی هست که تمام آرزوهای انسان در جنت پورا میشه. و فیه ما تشتهیه الانفس است. او نعمتهایی که تا حال چشما ندیده، گوشها نشنویده، در قلب خطور نکرده، اون نعمتها در جنت است. و باز
مخلوق دیگری را که الله پیدا کرده نامش دوزخ و جهنم و سقر و هاویه و حطمه و لظا و غیر ذالک هست. اون دوزخ جای غضب الله، اندکترین عذاب یک دوزخی است که چپلی آتشی در پایش داده میشه و توسط از اون مغز سرش به جوش میآید. آیا من سوال از شما میکنم پیرامون از این حدیث پیغمبر علیه السلام که همه ما به خاطر رضای الله و به خاطر محبت و اظهار محبت با قرآن پاک که کلام الهی هست از دور و نزدیک در اینجا آمدیم، بزرگوار شیخ الحدیث ها که حیثیت استادا و اکابر و استاذ العلماء را داره، شیخ سبزگل و دیگر شیخ سب ها که از دور و نزدیک در این مجلس حضور داره، علت همه ما و شما فقط اینمی حدیث پیغمبر علیه السلام است. از شما سوال می است آیا از الله رب العزت جنت الفردوس که بهترین جنت هاست میخواهین یا نمیخواهین؟ نان نزدیک است، یک کمک آواز بلندتر، شوق خوب به شوق بگوین. آیا از الله رب العزت جایی که در او رضامندی خداست، جایی که در اوج دیدار الله رب العزت است که جنت است، از الله میخواهین یا نمیخواهین؟ دوم سوال معی است که آیا شما از عذاب و از خطرناکترین عذابهایی که پروردگار عالمیان برای بنده های سرکش، گناهگار، کافر و مشرک و امو انسانهایی که دشمنی با الله را در دنیا کرده که اون دوزخ است و عذابهای دوزخ است که اندکترینش امیست که چپلی آتشی در پایت داده شوه و توسط از اون مغز سرت به جوش بیایه، آیا از اونمو دوزخ پناه میخواهین یا نمیخواهین؟ پس ایره فرشته ها شنوید، همین فرشته ها به حضور پروردگار عالم که وقت میروه الله پرسان میکنه که در این مدرسه که کارخانه انسان سازی، جای تربیت عقیده اهل سنت و الجماعت، جایی که انسان را به کمال انسانیت میرسانید، شما که از دور و نزدیک در اینجا جمع شده بودین به خاطر چی؟ از فرشته ها پرسان میکنه این مردم به خاطر چی آمده بودن؟ باز این فرشته ها میگوید که اینها به خاطر جنت آمده بودن، چنانچه که ما و شما به آواز بلند گفتیم. الله رب العزت برای این فرشته ها میگه آیا جنت را دیده بودن؟ نعمت های جنت را چشیده بودن؟ میگه نه خیر. الله رب العزت میفرماید اگر جنت را میدیدن و از نعمت های جنت مستفید میشدن زیادتر طلبگار جنت میشدن. و باز میفرماید که اینها چی پناه میخواستن؟ ما و شما خو به آواز بلند گفتیم الله خو شنواست، الله سمیع بصیر است، الله خو میداند شنواست. باز هم به خاطر این فرشته هایی که نظر به او حدیث پیغمبر که در این جلسه شرکت کرده که اونها هم بشنون و حتی از او چیزی که در قلب ماست فرشته خو نمیفهمه بناهن او را اظهار کردیم. الله رب العزت از این فرشته ها پرسان میکنه اینها از چی پناه میخواستن؟ میگه از آتش جهنم. الله میگه آتش جهنم را دیده بودن؟ نه خیر. میگه اگر آتش جهنم را میدیدن و میچشیدن زیادتر پناه میخواستن. باز الله رب العزت در اخیر نتیجه جلسه را میگم و این است، میگوید که ای فرشته های ما شما شاهد و گواه باشین این مردمی که به این نیت آمده جنت را برایشان عطا کردم و از دوزخ اینها را نجات دادم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بناهن این جلسه معزز است، این جلسه مبارک است. اگر اندکی گرمی است طاقت از این گرمی قیمت از این را داره، ارزشی از این را داره. بزرگوار ما، ریسفید ما که در سر قالین ششته ممکن عزتش نشده باشه، لیکن معنویت از این جلسه به اندازه هست که مغفرت همه گناهایش خواهد شد. حتی که اون مژده و بشارتی که به حدیث پیغمبر علیه السلام برای مشترکین از این جلسه داده شده الله به کلگی ما و شما نصیب بگردانه. دوستای عزیز، قابل یاد آوری است وقتی که این جلسه قدر مبارک است در مجالس علمی، خصوصا در جاهایی که در اوج تربیت دین میشه، تربیت قرآن عظیم الشان میشه، عقیده اهل سنت و جماعت، اون عقیده راسخ،
و خصوصا مسلک احناف در اوجه به وجه احسنش در وجود در عقیده در ضمیر انسانها و خصوصا شاگردها ترزیق میشه و حتی تحقیق میشه، جای به جای میشه. در اونجا اون مرکز هم مبارک است. چرا؟ قرآن کریم میگه این کتاب مبارک است، تعلیمگاهش مبارک است، استازش مبارک است، شاگردش مبارک است. ای دوست عزیز، امروز در دنیا لله الحمد ثم الحمدلله والمنه با آمدن امارت اسلامی تمام پلانهای سیکولاریزم، لا دینی، بی دینی، کفر، شقاق و شقاق از اونها و بالاخره تفسیرها و تنشیرها تمام برنامه هایشان ملغا شد. لیکن یک وظیفه ما و تو عوام داریم. میفهمم که اقتصاد خراب است، میفهمم که مشکلات هست، لیکن این وظیفه را الله رب العزت بر ذمه همه ما و شما گذاشته. اون چیست؟ حمایت از مدارس دینی، حمایت و بالاخره خدمات مالی و خدمات جانی برای مدارس ضروری است. خصوصا اون مدرسه‌ای که در اوج عقیدت محفوظ است، خصوصا اون مدرسه‌ای که ظاهر و باطنت به شریعت متزین و متحلا میشه، خصوصا اون مدرسه‌ای که در اوج اطمینان قلبی ظاهری و باطنی، دنیوی و اخروی در اونجا تضمین شده. بکار است که ما و شما هم حمایت بکنیم. دوستای عزیز، اگر ما حمایت کردیم به خاطر خود میکنیم، به خاطر نجات خود میکنیم. چنانچه که رسول مقبول اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در فضائل علم بسیار چیزها گفته. اقدر احادیث آمده، وقت یاری نمیکنه که کدام حدیث را بیان بکنیم. لیکن ای مسلمان، اگر یک روپی تو در تعمیر مسجد، در تعمیر مدرسه، در تعمیر دارالحدیث و دارالحفاظ و بالاخره در تعمیر تمام او جایی که در اوج تعلیم دین میشه پیسه تو مصرف شد، این ثواب تا روز قیامت شاید تو وفات شوی، استخوانهایت خاک شوه، لیکن این ثواب بر تو میرسه. این حافظای قرآن کریم که این یک علم نافست و این سلسله است که بعد از مرگ برای تو به درد میخوره. با واسطه پول تو هاغه زمونږ د مدرسې کوم گاونډیان چې دي زمونږ د مدرسې ته ډوډۍ ورکوي، نور خدمات کوي، یا د شیخ صاحب خدمت کوي، یا د طالب خدمت کوي، هغه ته دغه مژده زه وایم دغه کوم حافظان چې نن د دغې مدرسې څخه د دغې باغچې ګلان دي منتج په نتیجه شوي دي، دا ټول ثواب د دوی د حفظ په ټول ثواب کې، د علماو د علم په ټول ثواب کې تاسو شریک یاست. بناهن ما و شما ضرور است که با کم یا زیاد نتیجه را به چشمای سر خود میبینیم. لله الحمد در این زمانی که حتی ما میدانم که خیلی مشکلات هست، شیخ صاحب با وجود از او که خود را برای علم وقف کرده، برای دین وقف کرده، از بسیار مادیات گذشته، علم را انتخاب کرده، ترویج علم را انتخاب کرده، خدمت به مسلک را انتخاب کرده. لازم است سر معالم، سر تو عوام، سر تو برادر و پدر، برای سر تو تجار مالی و تو کسی که تجار هستی، پول داری، تمویل را وظیفه تو هست. ای مسلمان، ای تو مدارس را تمویل بکو تا قیامت در دمی روی هست، آخرت در دمی روی هست. سفر داریم، پیش از یک ذخیره برای موتو باشه. این مدارس را حتی چند سال به این طرف هست که این چیزی کم 1 سال شد که حتی شیخ صاحب چقدر زیاد دعوت هم کرده، مسجد سر شلوچ است. ما و شما خو میبینیم، برای شیخ صاحب اون طرف میمانیم. الله خو بالای سر ماست، خانه پروردگار است، در اوج دارالحدیث است. علما حتی دوره خرد را در ایجا کرده رئیس. حتی ما و شما شاهد عظیمی باشیم که دوره حدیث در ایجا شوه. علما و صلحا در اینجا انشاءالله یک جلسه پرشکوه از این کرده کلانتر علما را انشاءالله در جامعه تقدیم خواهد کرد و نتیجه رسیده، به نوک رسیده هست. ای مسلمان، سر مسجد امروز باز است. ای مسلمان، اگر
اگر تو حتی قوت یک خلط سیمنت را داری، پول نتی، پیسه نتی، خیره، حتی یک نفر استاد شوه، به خاطر الله استاد شوه. ای فرشته ها در اینجا وجود داره. پیشتر حدیث را براتان خواندم. الله میدانه فرشته ها موتور فیلم برداری کرده رئیس به پیشگاه خدا میگه خیر یک مسلمان استاد شوه بگویه که ما یک خلط سیمت زیادتر نه، یک خلط سیمت را بسر امی مسجد که خانه بلا کیف الله رب العزت است ما در اینجا کمک میکنم تا ای که کلگی ما و شما اگر میگه قطره قطره دریا شود، کم کم انبار شود، بالاخره منتج به یک نتیجه میشه، خانه خدا آباد میشه. اون حدیث پیغمبر از یادتان نروه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، که در جنت برای تو قصر آباد شوه، خانه آباد شوه. پس هر برادری که میتانه کمک کرده میتانه یک خلطه، دو خلطه، یک مترک، یک تنسیخ کم، یک خادسیخ که حتی هم کرده میتانه در این ثواب خود را شریک بکنه. یک واقعه به یادم آمد، هر برادر میتانه که استاد شوه فقط دوجه بگویه تا ای که به حضور خداوند متعال ما و شما صحابه تو نبودن وقتی که نبی علیه السلام صدا میکرد به مجرد صدا کردن عده صحابه نصف مال خود می آورد، عده صحابه کلگی مال خود را می آورد. ای صحابه گونه زندگی کو، اگر ایمانت به این مثل ایمان صحابه نشد تو رهیاب نمیشی. ایمان و معیار ایمان، قبولیت ایمان در دین و در قرآن ایمان صحابه است. فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قرآن گفته تو رهیاب میشی اگر ایمانت به مثل ایمان صحابه باشه. پس اون واقعی حضرت یوسف از یادت نروه. وقتی که یوسف در میدان خریداری انداخته شد یک زن پیچ سفید آمد، چند کلوله پشم ریشیدگی داشت، چند کلوله پشم ریشیدگی داشت. در پالویش یک نفر اشاره میکنه صاحب امروز یوسف کسی به طول طلا خریده نمیتانه، تو به چند کلوله پشم ریشیدگیت آمدی یوسف را میخری. این زن خوب دانا بود، خوب فهمیده بود. چی میگه؟ من میفهمم یوسف را خریده نمیتانم، اما میخواهم در روز قیامت از جمله خریدارای حضرت یوسف حساب شوم. ما میفهمیم که امروز به یک خلط سیمتی تو مسجد آباد نمیشه، اما در مؤسسه خیر که تو در تأسیس یک مدرسه که امروز اگر حفاظ را تقدیم کرده، آینده عالم را تقدیم میکنه، آینده تخصص و مفتی ها از اینجا فارغ میشه، تو در ثواب شریک میباشی. ای مسلمان دست بالا کو و بگو که یا الله این مدرسه هست که هم به مذهب خدمت میشه، هم به عقیده خدمت میشه، هم به مسلک خدمت میشه، هم به قرآن و به دین خدمت میشه. یا الله ما کمک میکنم